استاد من با همین مصیبت چیزایی که خیلی باشید از نماز قفا زدم تنبلی مشکلی نمی نیت میکنم سری میخیزم نماز بام دادم بخونم با همین باقی مانده نماز ها هم خیلی میستن دیگه خودم هر بیگه هر شب ملامت میکنم نمیدونم چی سبب شده چی مشکلی پیش من اومده که ره نماز رو گرفته همین آید در حق من دعا میکرد دستجمعونه که خداوند برای در راه راست هدایت میکرد. بله برادر، بسیار التجا کنید، دعا کنید که الله تعالی برایتان توفیق دهد. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مؤمنین لو کانوا مسلمین. الله تعالی میگه که وقتایی میشد که کافرها دوست میدارن که مسلمان شوند، بسیار میخواهند مسلمان شوند که شده نمیتونند. و بعضی آدم ها روزی قیامت میخواهد سجده کند که پشتاشان مانند یک ستون میشد. ولی ما بینید الله تعالی ما رو چه خیلی زیبا آفریده است. بی سجده کرده میتونیم، میخیزیم، خم میشیم، راست میشیم. اگر الله تعالی آدم مانند ستون میآفرید، هیچ کار کرده نه رکوع کرده میتونه، نه نشسته میتونه. این اعضاها بسیار اعضاهایی که حتی در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که سحر وقتی که بنده از خواب میخیزه 360 صدقه بر ذمه‌اش واجب است، بر عدد 360 مفصل گفتن. مفصل همین هر یک استخوانی که در مابینش جای قطع شوی دارد. در انگشتا چند تا هست، در دست هست، در آرنج، در کتف، زانو، پا، همه ها قطع میشد. اگر اینا قطع نشوند، یک انگشتتون اگر قطع نشود یک گله کار کردن نمیتونید. یک انگشت. برای همین 360 صدقه واجب است. بعد گفتن که اگر سبحان الله گوید، الحمدلله گوید، ذکر کنید، به مسجد قدم گذاشتید، به عددی قدم هاتون ثواب نوشته میشه. به عددی قدم هایی که میگذارید ثواب نوشته میشه، میبردارید، گناهاتون میریزد. رفتتون به مسجد، برگشتنتون از مسجد، قدمی خالی اگر ذکر کرده روان روید که با دیگر گپ. همین ذکر نکرده رویدم به مسجد به جماعت، هر یک قدمتون یک ثواب نوشته میشه، یک گناه میریزد برادران. بنابراین بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرش گفتن که اگر یک آدم 2 رکعت نماز ضحی خواند، همین 360 بغم قرضش صاف میشد. برای اینکه 2 رکعت نماز خواند، همین اعضاها در کار میشد. رکوع میکنید، سجده میکنید، میخیزید، میشینید، 2 رکعت نماز کردید، حقی همین مفصل های به جا میبیارید. بنابراین شما بسیار دعا کنید که الله تعالی توفیق دهد. دعای بسیاری پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای ذاتی که قلبها را به هر طرف میگردانی، دلی مرا در دینت استوار گردان، در طاعتت استوار گردان. حضرت ابراهیم گفتند و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام. من و پسرهام نگاه دار که بت عبادت نکنیم. حضرت یوسف گفتند که توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. ای الله تعالی مرا از دنیا مسلمان وفات کنان. کاری کن که از دنیا مسلمان وفات کنم. اونا میترسیدن از دنیا، از کافر گذشتن میترسیدن. ماذا تعبدون من بعدی؟ و فرزنداشون میگفتن در وقت مرگشان در سوره بقره الله تعالی نقل میکنه که بعد ما شما کی عبادت میکنید؟ گفتن که نعبد الهک و اله آبائک. ما پروردگاری تو و پروردگاری پدرهای تو را عبادت میکنیم، یعنی الله تعالی را پرستش میکنیم. یعنی در آخرین لحظه های حیاتشون از فرزنداشون هم خواطریشون در آن بود که بعد وفات من شما کی را پرستش میکنید؟ بنابراین بعضی بزرگان در نماز شام همیشه ربنا لا تزغ قلوبنا را قرائت میکردن. ای الله پروردگار ما، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. قلب ما را گمراه نکن بعد اینکه ما را هدایت کردی. این دعا بسیار از همه دعایی که علما بسیار میکردن همین دعاها. میترسیدن برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از علامت های قیامت را بیان کرده، بیگاه انسان مسلمان است سحر کافر، سحر کافر است بیگاه سحر مسلمان است بیگاه کافر گفتن.
یعنی آدم سحر در نماز بامداد میبینید بیگاه میبینید که کافر شده است، نعوذ بالله. از این چیزا میترسد آدم. بنابراین بسیار پناه میطلبید که بعد اینکه مسلمان بودید گشته از دین اسلام نبرایید. دعا کنید و گناه های خود را تفتیش کنید که چی گناهی کردید که الله تعالی به این بلا مبتلا کرد. و نگاه کنید، یعنی اگر یار و رفیقی بد داشته باشه اونو عوض کنید، جاتون جایی بد باشه جاتون رو عوض کنید. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آدم هایی که توبه کردنی بود ولی 99 آدم رو به قتل رسانیده بود نقل کردن که یکی از علما رو وقتی میپرسه میگن که تو شهرت دیگر کن، اینجا که هستی آدم های بد در گرد و اطرافت است، تو رو به گناه یاری میکنند، به گناه دعوت میکنند. کدام روز یک برادر نوشته است که چند وقت این با جانب قسم خودم که اگر این دفعه نارکوتیک استفاده برم زنم طلاق شود، گفته قسم خورده است. با هم آشناهاش میگفته است که سبحان الله و اگر قسم به طلاق خوری طلاق نمیغلطد، بیا خوردن گیر میگفته است. حتی مسئله های شرعی و مسئله های طلاق میدونست اون نارکمان ها. یعنی قسم باید به نام الله شود، تو بزن قسم خوردی، این قسم واقع نمیشه، بیا نارکوتیک زدن گیر مفتی. نعوذ بالله. این برادر من پرسه زده است که زنم طلاق شد یا نه. آخر اصلش این که باور کنید به این بلاها وقتی که آدم گرفتار میشد از این بلاها خلاص خوردن بسیار قین، بسیار دشوار. اگر الله تعالی رحم نکند لا حول ولا قوة الا بالله، بسیار گویتون لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه، کنزی از کنزهای جنت. لا حول ولا قوة الا بالله. من برای اجرای یگان عبادت، برای اجرای یگان طاعت، برای اجرای یگان کار خیر قوت ندارم مگر با یاری الله، و من برای از گناه دور شدن قوت ندارم مگرم با یاری الله. خودم من از گناه دور ایستاده نمیتونم الا همان وقت اگر الله برای من یاری دهد. لا حول ولا قوة الا بالله. بسیار دعا کنید. از همه واقعا عبادت بزرگ این دعا هست. شما میتونید به واسطه دعا به زبان تاجیکی، به زبان مادری، به زبانی که برایتان آسان است یک کارایی را انجام تید که به دیگر هنر نمیتونید. بنابراین بعضی بزرگان میگفتن که تنبلترین مردم، تنبلترین آنها در دعا. همین کسی خودش دعای نیک نمی کند از وای دیگه در دنیا آدمی تنبل نیست. و وقتی که دست برداشته دعا میکنی فقط فایده میپرسید از الله تعالی، ضرر از خودتون برای دور کردن میپرسید و الله از الله تعالی به خودتون فایده طلب میکنه. اگر همین نکنید شما چیکار میکنید دیگه؟ الله تعالی برایتان و برای امثال شما توفیق بندگی دهد، بازگشت به این دین مقدس اسلام کنید. بازگشت همه ما و شما به نزد الله تعالی هست. فردا روز قیامت روز پشیمانی، روز حسرت، هم برای آدمای نیک هم برای آدمهای بد. الله تعالی روز قیامت را روزی پشیمانی گفته است. همه پشیمان میشه. آدمای صالح عملهای صالح کم کردیم گفته، آدمهای بد عملی گناه کردیم گفته. بنابراین حالی هم فرصت دارید بازگشت به سوی الله تعالی کنید، توبه کنید. مسجدها و نمازتون خونه به جماعت 5 دقیقه 10 دقیقه از وقتی قامت بر وقت رفته بین از اون قامت دعا کنید، ان شاء الله موفق میشید. بله.